هر زمانی که نماز انسان صحیح و درست بود، هر زمانی که نماز یک برادر و یک خواهر نواقض نداشت، نقصانات نداشت، در باب نماز نمره فوق‌العاده گرفت، بس بعد از او همه آسان می شود. اگر خدای نکرده نمره صفر و یا نمره ناکامی را انسان در باب نماز بگیرد، دقیقاً و یقیناً ما بعد سختتر می شود. الله رب العزه برزخ، قبر، قیامت، سوالات نکیر و منکر را همه را برای همه ما و شما، گذشتگان ما و شما و نسل بعدی ما و شما آسان بگرداند.